توی این قسمت از ولاگ اومدم به قلب ژاپن، یعنی کیوتو. از قدم زدن بین دروازه‌های نارنجی فوشیمی ایناری تا گشت و گذار وسط جنگل بامبوی آراشیاما و یه سر زدن به نیشیکی مارکت، دنیای خوراکی‌های عجیب و هیجان انگیز. ولی از همه ویژه‌تر دیدن مراسم سنتی ژاپنی بود که حس کردم زمان برگشته عقب. اگه اهل ماجراجویی، غذا و فرهنگ خاص ژاپن هستی، این ولاگ مخصوص توئه. ایستگاه مترو توکیو یه چیز دیگه است. نه فقط بزرگه، یه جورایی میتونه لهت کنه. واقعا احساس کردم افتادم توی هزار توی مدرن. آخرش یکی از کارمندای ایستگاه با لبخند نجاتم داد. از دل شلوغی توکیو با سرعت 300 کیلومتر توی ساعت دارم فاصله میگیرم. قطار شینکانسن که نه فقط شهر که زمان رو هم پشت سر میذاره. کیوتو شهری که انگار تاریخ نفس میکشه. یه جاهایی اینقدر اصیله که حس میکنی اگه خوب گوش بدی صدای پچ پچ قرنهای قبل رو میشنوی. رسیدم فوشیمی ایناری. از همون لحظه ورود یه حس خاص تو حواس، یه سکوت عجیب که با صدای زنگای دور کامل میشه. همون اول یه نقشه بزرگ گذاشتن که کل مسیر کوه رو نشون میده، از پای کوه تا بالا با همه ایستگاه‌ها و دروازه‌ها. قبل از اینکه راه بیفتم میرم سراغ اون تخته‌های چوبی کوچیک. مردم روش دعاهاشون رو مینویسن. جالب اینجاست که کنار هر کدوم ترجمه انگلیسی دعاها هم هست. برای عشق، سلامت، موفقیت و آرامش ذهن. منم یکی برمی‌دارم با خط ژاپنی، خیلی آهسته و با دقت شروع می‌کنم به نوشتن. دروازه‌های نارنجی یکی یکی صف کشیدن و من حالا قراره از بینشون عبور کنم. اینجا معبد فوشیمی ایناری هستش که یه معبد خیلی قدیمیه توی کیوتو ژاپن. اینجا هزاران دروازه قرمز وجود داره که جزء یکی از معروف‌ترین و جاهای خیلی عجیبه توی ژاپن هستش و بسیار زیبا. اینجا وقف روباها و ایناری که خدای برکت و محصول هستش شده. واسه همین تو طول مسیر مجسمه‌های روباه و اینا رو خیلی می‌بینید. افسانه‌های ژاپنی راجع به این روباها میگن که اینا قدرت تغییر شکل دارن. توی داستاناشون میگن که اینا تبدیل به انسان میشن و تبدیل به یه زن زیبا میشن و با آدم‌ها زندگی میکنن. ولی اگه راز واقعیشون فاش بشه ناپدید میشن. از پایین تا بالای کوه حدود 2 تا 2 ساعت و نیم طول میکشه. البته اگه بخوای کامل بری تا آخرین دروازه ها. راه پر از دروازه های نارنجیه پشت سر هم. انگار یه تونل مقدس ساختن. اما چیزی که مسیر رو خاص‌تر میکنه اینه که توی هر بخش ایستگاه‌هایی گذاشتن. بهشون میگن اومییا یا همون معبدهای فرعی. مردم اونجا وای میسن، سکه میندازن، زنگو تکون میدن و کف دستاشون رو به هم میزنن و آروم دعا میکنن. اواسط مسیر یه جایی هست که مسیر دو شاخه میشه. یکی مسیر کوتاه‌تر برای برگشت، یکی هم ادامه میده تا قله. من تصمیم گرفتم تا بالا برم چون حس کردم اینجا فقط دیدن نیست، یه جور سفر درونی. هر ایستگاه یه توقف برای فکر کردن، یه جور دعوت به آروم شدن. همه چی اینجا انگار طوری طراحی شده که همونطور که بالا میری یکم سبکتر میشی. و جالبه بدونی اون بالاها هر چی میری جلوتر هم جمعیت کمتر میشه، هم فضا آرومتر.
نزدیک قله جاییه که خیلی ها نمیرسن. یه صدای نرم و عمیق فضا رو پر میکنه. سازیه که توش میدمن. بهش میگن هوراگان. یه صدف دریایی غول‌پیکره که صدای طبیعت رو به آسمون میبره. جلوی صف راهبی نشسته و با صدای آهسته دعا میخونه و بقیه تکرار میکنن. این مراسم رو بهش میگن کشا و اون کسی که دعا رو آغاز میکنه کانوشی یا نگهبان معبده. همه با هم یکی میشن. یه صدا، یه نفس و یه خواسته. از اونجایی که فقط یک روز توی کیوتو هستم باید خیلی سریع برم سمت جنگل بامبوی آراشیاما. پس دروازه ها رو سریع رد میکنم تا به مترو برسم. اولین چیزی که توی جنگل آراشیاما توجهمو جلب کرد، مردهایی با لباس سنتی مسافرها رو سوار وسیله‌ای می‌کردن که خیلی شبیه کالاسکه بود، اما بدون اسب و خودشون اون رو می‌کشیدن. این وسیله اسمش جینریکیشا بود. خب رسیدیم به جنگل بامبوی آراشیاما که یکی از جنگل‌های خیلی معروف توی کیوتو هستش و اینجا یه مکان عالی برای عکاسی، پیاده روی و مدیتیشن هستش. در ژاپن مفهومی است به نام یوتوری، به معنای آگاهانه کند کردن سرعت زندگی و مشاهده جهان اطراف بدون عجله و بدون فشار، داشتن زمانی برای آگاهانه زندگی کردن، نفس کشیدن و ایجاد فضایی برای ذهن تا زیبایی طبیعت و زندگی رو با عمق بیشتری احساس کنی. اومدم نیشیکی مارکت، بهش میگن آشپزخونه کیوتو. یه بازار باریک و پر از زندگی وسط شهر. اینجا پر از مغازه‌های کوچیکه که هر کدوم یه دنیای متفاوت از طعم و بو هستن. اینجا نیشیکی مارکت یه بازار محلی سبزیه از رستوران‌های و غذاهای حالت خیابونی طور و اسنک و این چیزها می‌فروشن. من یه خرچنگ سفارش You running the Oscar? No, I told her. You shoot. Oh yeah, the one.
つくことそれじゃダメダメダメダメだよベイベー辛い時でも愛なんだできる何かが愛なんだ必ずある明日の太陽気をつけてねバイバイتو قسمت بعدی میرم به دل شلوغ‌ترین و خوشمزه‌ترین شهر ژاپن، اوساکا. از گشت و گذار تو محله دوتونبوری با اون تابلوهای نئونی معروف تا یه کشف عجیب وسط ژاپن، یه رستوران ایرانی با کباب داغ و خوش عطر. سوشی امتحان میکنم و در نهایت سر میزنم به قلعه باشکوه اوساکا، جایی که گذشته سامورایی ها هنوز نفس میکشه.